و اما خدمتتون میخوام توضیح بدم که چرا باید ما تجار و بازرگانان عزیز هلند رو یه منطقه جغرافیایی استراتژیک بدونیم در منطقه اروپا. به چه دلیل؟ یه دلیل خیلی بارز و عمده‌ای که به نگاه من تاجر میاد در مرحله اول اینه که خب بندر روتردام که یکی از بنادر اصلی مهم و شاهرگ در واقع ارتباطی راه‌های دریایی بین آسیا و حوزه شنگن یا همون اروپا هست، خب میدونیم که در کشور هلند هست. پس همین یک دلیل به نظر من کفایت برای اینی که من تاجر این رو درک بکنم، اهمیت استراتژیک بودن منطقه جغرافیایی هلند رو برای تجارت. مطالب خیلی زیادی هست که خب در این بخش نمی گنجه، در قسمت‌های بعدی باز حتما بهش خواهیم پرداخت. به امید دیدارتون.